من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء من إشراقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد دوستان و عزیزان و سروران گرامی، بار دیگر الله تبارک و تعالی را سپاسگزاریم که با ما و شما فرصت عنایت فرمود تا در این درسی از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در خصوص آموزشی عقیده از سنت گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با هم بوده باشیم و آن هم بر اساس صحیح ترین کتاب حدیثی و صحیح ترین کتاب اسلامی پس از قرآن کریم. سلسله درس هایی که اکنون ما در درس 12 آن قرار داریم بر محور ایمان از دیدگاه نصوص شرعی تعلیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میچرخید و اینکه ایمان شامل اعتقاد قلب، عمل زبان که یکی از اعمال زبان اقرار و شهادتین هست و این اعلاترین اعمال به شمار میره و بعد از اعتقاد قلب و همچنان عمل و سایر جوارح و اعضا، چی از جهاد تا صدقه تا هر آنچه که اعمال مختلفی که هست، خدمت به پدر و مادر، تمام اینها شامل او میشود و در اعمال زبان ذکر و غیره همه اینها، ذکر، تلاوت قرآن کریم، سخن نیکو گفتن به کسی، سلام تقدیم کردن به شخص مسلمان، سخن مسرت بخش گفتن به یک انسان رنج دیده یا که زحمت دیده، به هر حال تخفیف مصیبت از کسی، تعزیت، تمامی از اینها یعنی شامل این اعمال زبان میشوند و جزئی از این اعمال میباشند. یعنی کسانی که درک ضعیفتر دارند باز در اینجا تنها اقرار شهادتین را جزئی اعمال زبان تصور میکنند و از اون بالایش جز اعمال ایمانی زبان ببخشند. دیگرهایش عادی گویا تصور میکنند، بلکه اینها همه شامل اعمال زبان هست، یعنی از اعلاترین تا به کمترین حدی که وجود دارد. حتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمودند که اینکه با چهره باز با برادر مسلمان خود رخ شوی، این هم صدقه هست. صدقه یکی از اعمال ایمانی هست. از این عمل لغت چهره هست یا که عمل یا تقریبا نفسی و روانی بیشتر گفته می شود. این هم جزئی از ایمانیات هست. تمام اینها از اعلاترین تا به ادناترین جزئی از اعمال ترکیبات ایمان هست و این ترکیبات ایمان به دسته های مختلف تقسیم می شوند که بخش رکن هستند و بخش فرض و واجب پایانتر از مرتبه رکن
و بعضی ها از جمله محسنات از مستحبات و اینها از جمله مثلا بگیریم به حساب یک تعمیر و ساختمان، سیمگل و بعضی رنگ و روغن و این چیزهایی از او به شمار میرن، مستحبات و حتی مباحاتی که در شریعت اسلامی است استفاده مناسب و بر معیار شرعی از آن جزئی از نیکی ها به شمار میره که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که حتی اینکه شخص انسان مسلمان با همسر خود همخوابی میکنه در ای برایش ثواب هست. قسمی که اگر همخوابی حرام انجام میده برای او گناه است، به همان گونه وقتی که در حلال اکتفا میکنه و کار حلال و مشروع انجام میده، اگرچه شهوت خود را در او پوره کرده ولی از اینکه از حرام اجتناب کرده و به حلال اکتفا کرده، از این الله تبارک و تعالی برایش اجر می نویسه و در ایمانی از او اضافه میشه. لذا حدیث معروف هست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که یعنی ازدواج یک بخشی از ایمان است، یا که در بعضی چیزا میگه نصف ایمان است. پس کسی که ازدواج کرد نیم ایمان او تکمیل میشه و بخشین تعبیر بشه. پس باید از الله تبارک و تعالی در نیمی باقی او بترسد. در اینجا او با شهوت حلال دست میابه، راههای شهوت حرام بر او و بر راههای وسوسه برای شهوت حرام بر او تقریبا قطع میشوه و بسیار چیزهای دیگری که وسوسه های شیطانی دیگری که برای او مدخل داشتن، راه ورود در قلب او از این خلای دوری از همسر یا که نبودی همسر پیدا میکردند، از آن همه ورودگاه ها بر شیطان بسته میشوند با این ازدواج. لذا این یک بخش عمده ایمانه برای انسان تکمیل میکنه. در درسی گذشته حدیث خوانده بودیم، این موضوع را بیان میکرد که اعمال بنده نزد الله تبارک و تعالی محبوب ترین او همان است که او را دوامدار انجام بده و مستمرا با او طور مستمر و دائمی با او پابند بوده باشه، اگرچه کم هم باشه. و این از احادیث متعدد نقل شده بود. از حدیث عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کرد و حتی در خود صحیحین از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تقریبا از طریق اینجا از خواهرزاده ایشان عروه ابن زبیر رحمه الله تعالی از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده، از ابو سلمه پسر عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، از هشام بن سعد بن هشام انصاری مدنی و قاسم بن محمد برادرزاده ایشان و تعداد دیگری از علمای بزرگ تابعین را از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن و همچنان در کتاب‌های دیگر از صحابه، از تعداد دیگر از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نفس مفهوم حکایت شده. در این به چیزی تأکید کرد که شما تشدد نکنید در تطبیق شریعت، سختگیری و تشدد نکنید، چون علیکم بما تطیقون، یعنی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که زنی خیلی نماز زیاد میخونه
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برایش گفتن که از زنی که اونجا آمده بود خانه ایشان نزد عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نشسته بود، پرسان کردن که این کی هست؟ عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گفتن که فلانی زن هست که شبها این گونه نماز میخوانه و شب و روز مصروف عبادت هست. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که نچینین، یعنی توقف کمی، علیکم بما تطیقون، به اندازه توانتان شما به عبادت الله تبارک و تعالی بپردازید. فوالله لا یمل الله حتی تملوا، قسم به الله تبارک و تعالی از پذیرایی اعمال بندگان مانده نمیشه تا اینکه خودتان مانده نشوه. یعنی شما به اندازه توان خود انجام بده که الله تبارک و تعالی هر چی عملی نیک برایش انجام شوه الله تبارک و تعالی میپذیره و پاداش ارزانی میداره. اما انسان وقتی که مدت با او بود و دیگر توان او از توان او عاجز آمد، در اینجا پس مجبور میشه که ترک کنه این کار خیر را. وقتی که ترک کرد باز این سلسله برای او قطع میشه، لذا همیشه به اندازه توان خود انجام بده. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در زمانی که در حجة الوداع بود، اون وقت جوان بود. دیگر همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعداد همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه طلب کردن که ما قبل از اینکه مردم حرکت کنه و این موجی مردم به مقام جمرات برسه، شب هنگام خدا بعد از نیمه شب، بعد از دستوس اخیر شب، دیگر 3-1 اخیر شب ما خدا برسانیم و سنگ خدا پیش از مردم زده خدا گوشه کنیم، فارغ شویم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به سوده رضی الله تعالی عنها و دیگر امهات المؤمنین اجازه داد، بلکه پسران 13 و 14 ساله قریش را هم همراه از آنها یک جا کرد، یعنی اضافه کرد اونها هم رفتن سنگ خدا انداختن و خدا به جاهای خود مستقر ساختن رسانیدن. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در او زمان هنوز جوان بود و خود را قوی میپنداشت و یکی دوست داشت که با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا در این سفر یک جا بوده باشد. میگه که بعدها وقتی که بزرگ شده بود میگه کاش ما هم اون زمان از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت میگرفتم و همراه همان قافله دیگر زنهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حصه اخیر شب میرفتم، از این رخصت استفاده میکردم. اما در وقتی اکنون فعلا که من بزرگ شدم نمیخوام که کاری را که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در وقتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادم او را ترک بگویم و بر رخصت روی بیاورم. در زمان رخصت برای او حیا بود. عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی درخواست کردند که بالاترین حد ممکنه روزه را برایشان و نماز را برایشان اجازه بدهند. چون به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر رسیده بود که همه شبها را نماز میخوانند و روزها روزه میگیرند. پور سال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را طلب کرد و همین توصیه را به آنها تقدیم کرد که یعنی افراط و تشدد و سختگیری بر خود در ادای طاعات و عبادات، این سختگیری بر عامه، سختگیری بر نفس خود در طاعات و عبادات، این امری مطلوب در شریعت نیست، بلکه باید بنده تمام جوانب زندگی را مراعات بکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که نفست بالای تو حق داره، چشم بالای تو حق داره، فامیل و خانواده بالای تو حق دارن، همسایه بالای تو حق داره، مهمان بالای تو حق داره. ولزورک علیک حق،
زائرینی که به زیارت تو به دیدار تو میایند آنها بالای تو حق دارند. پس این تمام حقوق را باید مراعات کرد در پهلوی عبادت الله تبارک و تعالی. اینکه تنها عبادت الله تبارک و تعالی روزه و نماز که تو را از همه این حقوق دور بسازه، این خارج از دایره مطلوب شریعت است. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله با آنها تاکید کرد که در هر ماه 3 روز روزه بگیرن. آنها گفتن که من بیشتر از توان دارم، برایشان چند روز بیشتر ذکر کرد، هر دوشنبه و پنجشنبه. پس 3 روزی وسط ماه گفتم من از بیشتر توان دارم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برایشان گفتن پس شما، نه در نهایت برایشان گفتن که شما روزه داود علیه السلام را بگیرید که 1 روز روزه میگرفتند، 1 روز میخوردن، یعنی 1 روز با روزه میبودن، 1 روز بدون روزه. در بعدها و همچنان در خصوص نماز هم برایشان چیزی تحدید کردن و در خصوص قرائت قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم که فرمودن که در هر 10 روز شما 1 روز 1 بار قرآن کریم را ختم بکنه، یعنی 1 ماه بود و 10 روز بالاخره 7 روز. بالاخره آمد گفت که من بیشتر از توان دارم 3 روز. گفت از 3 روز بالا کسی که قرآن کریم میخوانه، از 3 روز کمتر اصلا نفهمیده، لم یفقه قرآن کریم، نفهمیده که چی میخوانه، یعنی میخوانه، تکرار میکنه، زمزمه میکنه، اما تدبر و فهم و امعان و توجهی که باید به قرآن کریم داشته، از او باید چیزهایی را فهمید، از این بدور میشه، چون لفظی او را میخوانه، محتوای و ذهنی و ترکیز ذهنی او بالای لفظی او هست و تکرار عبارات او بدون اینکه به محتوا و تعلیمات او اذعان شدید داشته باشه. در بعدها عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما میگن کاش ما همان رخصت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را قبول میکردم و چنین سختگیری بر خود در آن زمان انجام نمیدادم، ولی تا پایان عمر با وجودی که بزرگسال شده بودند و بالایشان سختی میکرد، از آنچه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده بودند و استثناء گرفته بودند از او کوتاه نیامدند. به هر حال این بود نوعی از توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم در باب عمل، اینکه عمل باید انسان به اندازه توان خود بالای خود الزام بکنه و سختگیری و تشدد حتی بر نفس هم امر مطلوب در شریعت نیست، بلکه مخالف شریعت هست و باید که کارهایی را انسان بالای خود یعنی بدوش بگیره که بین خود و بین پروردگارش تعهد بکنه که در دراز مدت توان ادای او را داشته باشه، با احساسات خالی و مقطعی پیش نروه. اینجا موضوع احساسات آمد، به یاد صحبتی با یکی از جوانای احساساتی و دارای سوزی خیلی شدید دینی به خاطرم آمد که چند قبل با هم صحبت داشتیم و آمد به نحوه تعامل خیلی تند دعوتی، از آن انتقال کرد به موضوعی که مثلا همین گروه داعش یا که آنچه که تعبیر میکرد به نام دولت اسلامی، همین که با مخالفین شریعت خیلی رفتار تند میکنند و با آنها جدی رفتار میکنند، این مرا خوشم میآید. خود با آنها نبود، دور بود، ولی احساسی خود بیان کرد. یعنی طور مثال
در عبادتگاه های انفجار میتن یا در جاهای دیگره. برایش یادآورش ببخشین در شریعت اسلامی یکی موضوع تطبیق عملی جهاد هست، تطبیق مسلحانه برای حکم، حتی برای کسانی که مرتد میشوند یا کسانی که کافر هستند یا دیگر چیزهایی که هست. هم یکی احکامی اجرایی هست که باید حکومت تطبیق بده، یکی احکامی هست که باید دعوتگران با او پیش روان باشند. به طور مثال اگر همین احساسات شما را احساس خیلی ارزشمند بگیریم و با همین پیش برویم، یک شخصی با همین پیش بروه، نه در نتیجه چی میشه؟ و خیلی زود بالای احساسات خود سوار میشه و در اثر چند فشار بعکس العمل احساساتی شدید رخ میکنه، هم خود از این دنیا رخصت میکنه و هم تعداد دیگری را. حالا که وظیفه او ای هست که باید برای خود هم زندگی ببخشه و برای افراد دیگری که چون این یک شخص وظیفه دعوتگر هست، قسمی که انبیا علیهم السلام وظیفهشان دعوتگری بود. وقتی که آمدن یعنی با این اسلوبی تند و احساساتی که هم خود از این دنیا ببرند هم دیگران را به این اسلوب پیش نرفتن، بلکه پیوسته در تلاش اصلاح جامعه و محیطشان بودند. این مرحله است که قبل از ساختار حکومت اسلامی، از وقتی حکومت اسلامی بود، باز مسئولیت تطبیق حدود تا تمام این چیزهایی که هست وظیفه حکومت هست، نه وظیفه افراد. پس وقتی که افراد هست باید که به وظیفه خود ادامه بدهند و وظیفه خود را پیش ببرند. و به طور مثال برای شما فرض کنید اگر 20 سال پیش در محیط اجتماعی ما، 30 سال پیش در همین محیط اجتماعی ما و شما همین فکر احساساتی راه پیدا میکرد، در اینجا وجود می داشت، فعلا ما چند فیصد نفوذ دعوت توحیدی رو در محیط میافتیم، چند فیصد ما این قبر پرستی ها و سنگ و چوب پرستی ها یکی بسیاری های از او برداشته شده در اثر دعوت مستمر رو پیهم با لنگر دعوتگران حق، دعوتگران سنجیده و فهمیده، نه احساساتی. اینها همه اصلاح شدند و تیپ های زیادی از جامعه به اصلاح گرایده. چند فیصدی از اینها به این اصلاحات راه میافت. اون زمان تشدد خیلی ها بود، نسبت به فعلا فشارها شدیدتر بود. در اثر اندکترین نقد بر دیدگاه های اجتماعی که رایج بود، از شرکیات تا خرافات دیگری که بود، تاخت و تازه های شدید صورت می گرفت. اگر همین دعوتگرانی که راه دعوت توحید و سنت را باز کردند در این محیط اجتماعی، اگر اینها از آن زمان در اثر فشار به این روحیه تندی انفجار و انتحار رخ می کردند، چند فیصد موفق می بودند. هیچ فعلا هم که مردمای دیگری انجام میتن در روند دعوت تأثیر گذاشته، چی رسد که این به دعوتگران انتقال بکنه. پس به این معنا هست که این روش راه موفقیت و راه موفق و کامیابی نیست، این یک راه احساساتی است که شیطان از این طریق راه پیشرفت دعوت را میخواهد ببندد. این شخصی بیچاره خود این راه هم از این دنیا میخواهد رخصت کنه و او افراد دیگری را هم که وظیفه ایمانی دعوتگری هست که باید بکوشد تا آنها را بر راه توحید و بر راه بهشت برابر کنه، آنها را هم با همون عقیده خرافی به دنیای دیگر روان میکنه. یعنی این در صورتی هست که در این
عکس العمل ای در میان گروه های یا نهادها و گروه ها و تایپ های موحد و اسلامی نباشه که آنها را به زعم خود کافر تصور کرده. این در صورت این قیدی است که در میان توده های بت پرست، در میان مجموعه هایی که گرفتار به شدیدترین انواع شرک و خرافات هستند و شدیدترین انحرافات را با خود دارند، در میان آنها این عکس العمل احساساتی نادرست را انجام بدهد، به این نتیجه سلبی اجتماعی که راه دعوت توحید کاملا نه اینکه لازم نداره که دیگر را ببنده. هر یکی وضعیت فشارهای اجتماعی به همه معلوم هست و در اثر ساده ترین راه خروج از این فشارها و خروج از ادای مسئولیت عکس العمل احساساتی هست که هم خود از این دنیا ببره هم دیگرانی را از این دنیا ببره و در این صورت نه خود موفق میشه نه آن بیچاره های دیگری که قربانی این احساساتی افراطی او شدند که شیطان وقتی که نتوانست این را از راه تفریط و کوتاهی و انحراف عقیدتی و اخلاقی دیگر از راه بیرون بکنه، از راه افراط و تشدد این را از جاده بیرون ساخته. به هر حال این موضوع احساسات بود که این احساساتی رفتار کردن تا چی حد یعنی موفقیت می داشته باشه و انسان رو تا در چی گوداله های می اندازه. باز هم یعنی با دیگر جوانانی که احساساتی رفتار میکنن به آنها هم این را یادآور میشویم که یعنی فرضاً اگر با خود تصور بکنن که اگر همین عکس العمل احساساتی که آنها دارن با گناه های مختلفی او اگر دعوتگرانی مرحله اول و دوی ما اگر می داشتن تا به حال دعوت توحید در کدام مرحله قرار می داشت. این با خود باندیشند، پی خواهند برد که آن راهی را که برگزیدند در اثر احساسات ناسنجیده خود راهی کاملا اشتباهی هست که بدور از تعلیمات شریعت می باشد. حالا انتقال میکنیم به نقطه دیگری که امام بخش دومی از مطلب امام بخاری رحمه الله تعالی را تشکیل میداد. این موضوعی که ایمان وقتی که ترکیبات او تنوع داره پس قابلیت زیادت و نقصان هست، قابلیت زیادت و نقصان را دارد. اگر به هر اندازه که انسان در ادای اعمال خیر و اجتناب از اعمال شر دستی باز داشت و اقدامی رساتر داشت، به همون انداز ایمان او زیاد شده می رود و به هر اندازه که در یکی از اینها کوتاهی کرد به همان انداز در ایمان او نقص صورت می گیرد، ایمان او کم می شود. چون ببینیم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان به دو چیز تشبیه داده، یا ایمان و اسلام، یکی به بنا و ساختمان. یعنی ساختمان اگر رنگی از او یا حتی رنگی یک گوشه از او وقتی که تخریب شود از بین برده شود یک خللی در او ساختمان به وجود می آید، ولی ساختمان خودش از بین نمی رود، یک نقصی در او به وجود آمده. وقتی که جایی اگر نقص داشت و تکمیل شد، این نقص از بین برده شد، در اون صورت این کمال این اضافه تر می شود و به هر اندازه که در کمالیات این افزایش صورت گرفت در معیارهای ساختمانی این ساختمان
افزایش و تحسن صورت میگیره. به همین شکل ایمان هست. یا مثال دیگری که نبی اکرم صلی الله علیه و تشبیه دیگری که دادن ایمان به درخت. ایمان دارای 70 چند شاخه یا 60 چند شاخه است. بلندترینش گفتن لا اله الا الله و پایین ترینش دور کردن چیزهای اذیتناک از راه برداشت. خاره بود برداشت، سنگ بود در راه چیزا طفل را آزار میداد، یا اینکه به سواری ها و غیره اذیت میرساند او را از راه گوشه کرد، یا اینکه چیزهای بدبویی بود او را دور ساخت. هر یکی از اینها این یکی از خدمات اجتماعی و اخلاقی عام هست. نبی اکرم صلی الله علیه و میگه از پایان ترین درجه های ایمان هست. و حیا هم، شرم هم یکی از جمله شاخه‌های ایمان است. یعنی شرم چیزی که در دموکراسی وجود نداره، یعنی یک از چیزهایی که در دشمن دموکراسی یا که دموکراسی دشمنی او هست یعنی وجود نداره. قسمی که دیگر ایمانیات هم کمتر وجود دارن در دیدگاه و بینش دموکراسی یا دموکراتیک. به همانات این هم هست. این از نبی اکرم صلی الله علیه و یکی از جمله اساسات ایمانی قرار دادن. به همون روز ما ببینیم وقتی اعمال درخت، وقتی که یک شاخه از او یک شاخه از او بریده میشه و نقصی در او میآید. اگر چند برگی از او گرفته میشه و این یکی از جمله مباحات، یکی از جمله اعمال انسان میگذاره مطابق از او، یعنی نقصی اندکی در او با وجود میآید. وقتی که شاخه های بیشتری از او بریده میشه و نقصی بیشتری در او با وجود میآید، اگر به هر اندازه که در او شاخه های جدید در او رو میشه و رشد میکنه، به همون انداز این درخت در درخت اضافه صورت میگیره و افزایش به وجود میاد و این درخت بزرگ شده و بهتر شده میره. به همون شکل ایمان هست. بیان امام بخاری رحمه الله باب میگذاره باب زیادت الایمانی و نقصانه. باب در بیان زیادت ایمان و نقصان او. و قول الله تعالی، امام بخاری رحمه الله برای از استدلال میکنه، قبلا هم استدلال کرده بود و در اینجا بار دیگر استدلال میکنه برای از چیز. و قول الله تعالی و بیان فرموده الله تبارک و تعالی که وزدناهم هدى، ما هدایت آنها را افزودیم. آنها را و یزداد الذین آمنوا ایمانا. در سوره مدثر الله تبارک و تعالی میگه که و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و تا این کسانی که ایمان آوردند ایمان آنها اضافه شود، افزایش پیدا کنه. وقتی که یک مسئله ایمانی دیگری را آنها میشنوند و با او ایمان میارند و اعتقاد میکنند، اینجا ایمانشان افزایش پیدا میکنه. در خصوص نگهبانان دوزخ الله تبارک و تعالی میگه که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم علیها 19. وقتی که میگه نگهبانان دوزخ 19 شخص است، 19 فرشته هستند. میگه این نگهبانان را ما جز از جنس ملائکه تعیین نکردیم. ملائکه این است که هیچ نافرمانی نمیکنن، هر آنچه فرمان با آنها داشته، فرمانی که با آنها داده شد 100% تطبیق میرسانند. میگه این تعداد ما نگرداندیم به این شکل و بیان این را نکردیم مگر به خاطر اینکه یکی از جمله اهداف او است که و یزداد الذین آمنوا ایمانا،
تا که اهل کتاب یقینشان بیشتر شود، چون عین مطلب در تورات و انجیل بیان شده، عین مطلب در قرآن کریم آمده. در این یقینشان اضافه تر میشه کسانی که واقعا علم کتاب به آنها داده شده و آنها به مسیر کتاب راهنمایی های کتاب های آسمانی قبلی روان بودند. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، تا که ایمان کسانی که ایمان آوردند افزایش پیدا کنند. و بعد از اون میگه وقال، و دلیل دیگر امام بخاری رحمه الله ذکر میکنه، وقال الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما را تکمیل کردم. یعنی دین اسلام کم کم نازل شده بود، به هر اندازه که نازل شده بود و صحابه به او عمل میکرد، ایمانشان به همون انداز، ایمانشان تدینشان در همون اساس بود. مثلا زمانی که بالای آنها هنوز شراب حرام نگشته بود، آنها از شراب استفاده میکردن، این نقص در تدینشان بود، اگرچه اساسا در اوج مکلف به این نبودن، ولی وقتی که این امر آمد و این حرام شد اجتناب کردن، اینجا یک چیزی دیگر، عملی خیلی دیگری در نیکی های از آنها اضافه شد. زمانی که روزه نماز های پنجگانه بالایشان فرض نبود، اینجا تدینی که تعبد و بندگی که برای الله تبارک و تعالی انجام میدادن کم بود. وقتی که این نمازهای پنجگانه فرض شد، سپس روزه فرض شد، سپس یعنی زکات فرض شد، جهاد فرض شد، هر یک از این فرایض وقتی که فرض شدند و آنها عمل کردن گرفتن، هم در دین تکمیل شدن گرفت و هم ایمان از آنها تکمیل شدن گرفت. لذا در چیزی که فقط استکمل الایمان، کسی که حتی مستحبات را در اونجا ذکر میکنه، کسی که اینها را انجام داد یقینا ایمان خدا تکمیل کرده. لذا قسمی که دین به تدریج تکمیل شد، لذا هر کس به هر اندازه که از این دین بیشتر عمل میکنه، به همون اندازه کمال ایمان او، کمال تدین او بیشتر میباشه و به سوی کمال بیشتر پیش میروه. امام بخاری رحمه الله میفرماید فاذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص، فاذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص، پس زمانی که چیزی از این کمالیات را ترک کرد، این اکملت لکم دینکم، این دینی که تکمیل شده، وقتی که چیزی از این را ترک، از این کمال را ترک کرد، فهو ناقص، پس او ناقص است. این بخشی کمال تکمیل گردین و این کمالی که ترک شده، این از دین او، از ایمان او این کم شده، این ناقص شده. این استدلال امام بخاری رحمه الله تعالی از این آیت برای وقوع نقص در ایمان هست. و این از جمله مسائلی است که تقریبا بجز امام ابو حنیفه رحمه الله که در این تعبیر دیگری داره، تعبیر اشتباهی داره در اینجا متاسفانه، دیگر ائمه سگانه مذاهب فقهی، عمومی ائمه حدیث، عمومی صحابه و تابعین، یعنی کبار تابعین اکثریت بجز چند تنه از اتباع تابعین که در اتباع تابعین بجز افرادی تنه محدود چند تنه از اتباع تابعین در چیز بودن از اهل کوفه، و بعد از او تعدادشان بیشتر شد. تمام از اونها به اتفاق نظر دارن که ایمان قابل زیادت و نقصان هست. و آیات متعدد قرآن کریم اینجا مبین این هست که تقریبا 7 آیت به طور صریح از زیادت ایمان صحبت میکنه، و این آیات دیگری که از امام بخاری رحمه الله غیر از آیاتی که زیادت هدایت در آنها هست، زیادت دین در آنها هست، علاوه از اون آیات. اینجا آیاتی دیگری که امام بخاری رحمه الله تعالی برای نقصان از او استدلال کرد، و همچنان در این
حدیث امام بخاری رحمه الله تعالی، این حدیثی که اینجا ذکر میکنه از این به زیادت و نقصان ایمان بار دیگر استدلال میکنه. ببین حالا میگوید که امام بخاری حدثنا مسلم ابن ابراهیم، مسلم پسر ابراهیم برای ما حدیث بیان کرد. ببخشید مسئله که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در مسئله تعبیرشان چیز دقیق و رسانه است، چون اونها از تعبیر قرآنی که زیادت و نقصان ایمان هست بنابر ملاحظه که ملاحظه اجتهادی یا که نظریه که از خود داشتن از این اجتناب کردن و این خودش یکی از جمله اشتباهات به شمار میره که انسان خود از تعبیری که در نصوص قرآن کریم آمده، در نصوص صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده، از او بالا از استعمال او خودداری بکنه و یعنی بالای او خورده داشت خودگریزی داشته باشه از او. بلکه تعبیر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در اینجا که یا کسانی که مرجع فقهاشون میگن، اونها میگن که ایمان شخص قوی و زیاد میشه و قوی و ضعیف میشه. از به بعض احادیث استدلال میکنن ایمان او قوی و ضعیف میشه و زیاد و کم رو در اینجا از تعبیر زیاد و کم میگریزند، حالا اینکه تعبیر قرآنی هست و دقیق در اینجا تعبیر است که ائمه ثلاثه، ائمه حدیث امام بخاری رحمه الله و عموم ائمه اکثریت مطلقه ائمه حدیث که هستن به او روان بودن و این رأی گویا مذهبی اساسی اهل سنت و جماعت هست و موقفی که امام ابو حنیفه رحمه الله در اینجا گرفتن تقریبا موقف یعنی اگرچه بگیریم به نوع گریز از تعبیر بوده باشه، معدایش با هم زیاد فاصله نداره، چون میگه که ایمانش کم میشه و زیاد میشه، قوی میشه و ضعیف میشه. اما گریز از نفس تعبیر منصوص قرآنی خودش از جمله اشتباهات به شمار میره و هیچ انسان از کمال یعنی کمال مطلق نداره و از سهو اشتباه خالی نیست، مگر اینجا یعنی مجال این هم برای کسان دیگری نیست که از این هجوم شدید و غیر موضوعی برای امام ابو حنیفه رحمه الله یا که دیگران از بزرگان داشته باشند به اساس این اجتهاد یا اجتهادات دیگری که احیانا در آنها به اشتباه رفته باشند. اما گفتیم به اساس اصل برگردیم به اساس نتیجه، به اساس نتیجه با هم چندان تفاوت ندارن، مگر در این که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگه که مثلا عمل شرط برای ایمان هست، رکن نیست. دیگر ائمه میگه که رکن برای ایمان هست و از این اساس او باز تعبیر کلمه وقتی که ایمان مطلق تصدیق خوانده و اقرار تصدیق و اقرار و عمل را شرط برای از او گردانده، لذا در تصدیق و اقرار اونها تبعیض را قائل نشدن که در او قابلیت کمی و زیادتی بوده باشه. ولی نصوص وقت بگیریم حتی قبلا خواندیم که نصوص قرآنی حتی به این تصریح داره که زیادت و نقصان در اصل تصدیق هم مجال او وجود داره، در اصل تصدیق معتبر شرعی. امام ابراهیم علیه السلام گفتن که قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی. این تفاوت مثلا فیصدی های اعلا، مثلا کسی که از 80% 90% یقینش تصدیقش بالاتر هست، به هر اندازه که بالاتر میره به همون انداز قوت ایمانی از او از اضافه تر می شود و به هر اندازه که ما اینها رو در زندگی عام اجتماعی درک داریم و در استعمال عام هم در این کدام احساس اشتباهی در این نمی کنن. مردم عام استعمال دارن، یعنی امر طبیعی هست پذیرفتن این عقیده
جمهور اهل سنت و جماعت در این مسئله، حتی ائمه اهل بیت رحمهم الله تعالی تمامشان نظرشان همین هست و با اتفاق نظر دارن. میایم به اینجا. مسلم ابن ابراهیم فراهیدی از اهل بصره هست. قال حدثنا هشام، این هشام ابن ابی عبدالله سنبر دستوایی، هم از اهل بصره هست و فارسی زبان هست اصلا. قال حدثنا قتاده ابن دعامه السدوسی که مولایشان هست، این هم از عجم هست، از اهل بصره. عن انس، از انس رضی الله تعالی عنه، خادم 10 سال خادم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انس ابن مالک رضی الله عنه، و پدرشان در جاهلیت وفات کردند و مادرشان و خودشان و خاله هایشان و دیگرشان همگی عمویش همه برا رضی الله تعالی عنه همه جزء صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بودند. این هم مقیمی بصره شده بود. گویا این سند از استاد امام بخاری رحمه الله تا به آخر که 4 نفر هستن استاد امام بخاری، استادی از او باز تابعی و صحابی، تا رسول الله صلی الله علیه و سلم میان امام بخاری 4 نفر از در این همه ایشان از اهل بصره هستند. از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کردند که فرمود یخرج من النار من قال لا اله الا الله، بیرون می شود از آتش کسی که لا اله الا الله گفته باشد. این یک نقطه مهمی هست که بسیاری ها اشتباه میکنند در فهمی نصوص. میگه که حدیث عام مشهور من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت میشه. از او تصور میکنن که کسی که عموما مرجئه، بسیار مردمایی که کم فهم هستن در این قضیه تصور میکنن که کسی که لا اله الا الله گفت دیگر اولین مرگ خود دیگه واردی بهشت میشه. نه، چنین معنای اون نیست، بلکه معنای اون هست که کسی که لا اله الا الله از صدق قلب گفته بود، با عقیده توحید از این جهان رفت، او حتما وارد بهشت میشه. دخل الجنه، نگفته که از آغاز وارد بهشت میشه، بلکه حتما وارد بهشت میشه. باز بر مطابق عملی او، مطابق کرداری او فرق میکنه و تفاوت داره. اگر اعمال عام ایمان او کامل بود، اعمال او طبق شریعت بود، گناهان او کم بود که الله تبارک و تعالی گویا بنابر اعمال نیکی دیگری او این گناهان او را بخشید یا به فضل و کرم خود از آغاز وارد بهشت میشه. و اگر مثلا از اهل بدعت بود، به بدعت های گرفتار بود، کل بدعت ضلاله، این هم کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی در آتش هست. یعنی این حدیث و احادیث دیگری بیان میکنه که مبتدی از دخول اولیه بهشت محروم میشه، کسی که به بدعت ها گرفتار هست. ولی به این معنا نیست که همیشه در دوزخ می باشه، نه، آن مستحق ورود دوزخ هست، از دخول اولیه بهشت محروم بوده باشه. اما وقتی که لا اله الا الله از صدق دل گفته بود، غلط فهمی هایی داشت که بر اساس اون غلط فهمی ها به بدعات گرفتار شده بود و اون بدعات او در حد کفر مخرج از اسلام نبود، اون شخص پس دوباره به اساس همین لا اله الا الله واردی بهشت خواهد شد حتما. گناهان زیادی داره ولی از صدق لا اله الا الله گفته و عقیده توحید در دل او مستحکم بوده، به اساس گناهان بیشمار خود برای میشه الله تبارک و تعالی او را مجازات کنه و به دوزخ ببره و سپس در نهایت حتما یخرج من النار من قال لا اله الا الله، کسی که لا اله الا الله از صدق دل گفته بود از دوزخ حتما بیرون میشه و حتما واردی بهشت میشه. این نقطه است که باید فهمید. لذا بسیاری از برادران ما که حتی در این برادران که نوع عاطفه‌ای هستند، بسیاری از برادران ما در اخوان المسلمین در گروه های دیگر
تلاش میکنن که کسی را وارد دوزخ نسازن. لذا از بدعت حکم کردن بر چیزهای زیاده که بدعت بودن از اونها امر واضح و صریح است، یعنی چیزی واضح و اظهر من الشمس هست، خودداری میکنن به خاطر اون حدیثیایی که او حدیث رد میکنن، اون یا او حدیث کش میکنن رد بکنن، یا اینکه بدعت گفتن از اونها را، و چون اونها متوجه این نقطه دقیق نشدن. مثلا قسمی که در اثر گناهان زیاد وعید و تهدید ورود دوزخ به مسلمان ها شده، به انسان ها شده. به این معنی نیست که آنها وقتی که در اثر این گناهانشان وارد دوزخ میشوند دیگر با اصل ایمان خود از دوزخ رهایی پیدا نمیکنند و بهشت نمیرند. نه، بلکه مجازات مستحقه خود را اونجا میگیرند و حتی بسا اوقات در اثر شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و شهدا و صالحین، در انبیای دیگر الهی، اولیای الهی، در اثر سفارشی از آنها قبل از اینکه اما حد نهایی استحقاق مجازاتشان تکمیل شود از جانب الله تبارک و تعالی مورد عفو قرار میگیرند و وارد بهشت میشوند و تعدادی که در اخیر میمانند آنها را الله تبارک و تعالی با فضل و کرم خود، با لطف خود آنها را به بهشت انتقال میدهد. لذا هر کس که لا اله الا الله صدق دل گفته و از دوزخ، از جنت طور کلی محروم نخواهد بود و همیشه در دوزخ نخواهد ماند، حتما از دوزخ خارج خواهد شد، بیرون خواهد شد. لذا ما این نصوص با هم یک جانه کنیم، فهم مسئله برای ما چیزی پیچیده خواهد شد و با انحرافات مختلف شاید که گرفتار، غلط فهمی های مختلف گرفتار شویم. میریم به اینجا، میگه که یخرج من النار من قال لا اله الا الله، از آتش بیرون میشود کسی که لا اله الا الله گفته. هر کس که لا اله الا الله گفته از صدق دل و از صدق دل، البته چون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کسی که از روی زبان گفته و دلش به او اعتقاد نداشته در این داخل نیست، چون حدیث دیگری در این صریح است که من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه، یا در بعضی روایت میگه که مستيقنا بها قلبه، قلب او به این یقین داشته باشه، دخل الجنه، حتما وارد بهشت میشه. یا دخول اولی اگر در دیگر اعمال ایمان، در دیگر بخش های ایمان این پیروی شریعت بود و این با حق روان بود، یا اینکه بعد از طی مرحله مجازات خود و جزای خود در دوزخ حتما به اصل ایمان و توحید خود واردی بهشت خواهد شد، از دوزخ رهایی پیدا خواهد کرد و وارد بهشت خواهد شد. و ببین کسی که لا اله الا الله گفته و فی قلبه، اینجا اشاره میکنه به اینکه قلب او باید به این لا اله الا الله اعتقاد داشته باشه. و فی قلبه وزن شعیره من خیر، و در قلب او به اندازه یک دانه جوی از خیر بوده باشه. مراد از خیر در اینجا ایمان است که در بعضی از روایات میآید، در اینجا بعضی از الفاظ این میآید که امام بخاری رحمه الله تعالی در اینجا با او اشاره میکنه. من ایمان و چی میگه و یخرج من النار من قال لا اله الا الله، و از دوزخ بیرون میشه و کسی که لا اله الا الله گفته و فی قلبه وزن بره من خیر، و در حالی که در قلب او به اندازه، به وزن یک دانه گندم از خیر بوده باشه. اینجا دانه جو بزرگتر بود، دانه گندم یعنی کوچکتر از او، این هم خارج میشه. این تفاوت داشت، این ایمان او بیشتر بود، ایمان او نسبت به او کمتر. و یخرج من النار، و بیرون میشود از آتش کسی که لا اله الا الله گفت و فی قلبه وزن ذره من خیر، در قلب او وزن یک ذره از خیر بوده باشه. گفته میشه که ذره مورچه های ریزه هم گفته میشه، یا این که همان
ذره هایی که در اثر انعکاس آفتاب در شیشه یا در چیزهای دیگری که شعاع آفتاب انعکاس میده، ذره هایی که معلوم میشوند به اندازه اون ذره ها هم این یا که به اساس ذره عادی در قلب او ایمان بوده باشه، خیر بوده باشه و لا اله الا الله گفته باشه، چی میشه؟ یخرج من النار، از آتش بیرون میشه. قال ابو عبدالله، امام بخاری رحمه الله میگه که قال ابان در روایت خود از قتاده، این ابان ابن یزید هست، این هم ابان ابن یزید عطار از در پهلوی هشام دستوایی از و شعبه ابن حجاج واسطی از ثقه‌ترین شاگردان قتاده ابن دعامه السدوسی به شمار می روند. میگه قتاده برای ما بیان کرد که حدثنا، گفت که انس برای ما این حدیث را بیان کرد. در حدیث هشام دستوایی بین قتاده و انس عن بود، حدیث این تصریح کرده بود که این قتاده از انس مباشرتا شنیده، چون قتاده گاه تدلیس خفیف هم داره. به خاطر او یکی از جمله عوامل تکرار ذکر این سند همین است. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله که گفت من ایمان، در روایت خود به جای من خیرین من ایمان گفت. و این در حدیث طولانی که حدیث شفاعت هست و قبلا به او اشاره کردم، در او هم میگه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله وقتی جبرئیل علیه السلام برایش میگه که بس سجده بره و نزد الله تبارک و تعالی برای امت خود شفاعت کن، الله تبارک و تعالی برایش بار اول میگه که برو از دوزخ کسانی از امت تو که به اندازه یک دانه جو ایمان دارن آنها را بیرون بکن. وقتی میره و باز دوباره که باز به سجده میافته برای شفاعت، جبرئیل علیه السلام برایش میگه شفاعت به سجده میافته، باز الله تبارک و تعالی میگه که به اندازه دانه گندم اگر ایمان در قلبشان بود آنها را بیرون بکن. سپس بار دیگر به اندازه دانه اسپند میگه اگر در قلبی که یکی از آنها ایمان بود او را بیرون بکن. این ایمان ببین در نصوص صریح در اخیر به اندازه دانه به یک ذره اونها را میگه از چیز بیرون بکن. این افراد همگی از اینها ایمان داشتن، ولی ایمان یکی زیادتر بود یکی کمتر بود و این کمی و زیادتی در نصوص احادیث صریح با وضوح در اصل ایمان آمده، هم در قرآن کریم هم در احادیث صحیح و متعدده که یعنی در مجموع این احادیث به حد تواتر میرسند. اینها همه این چیزها را بیان کرده. امام بخاری رحمه الله دومین حدیث در این باب ذکر میکنه که حدثنا الحسن بن الصباح، حسن بن الصباح برای ما حدیث بیان کرد، گفته حدثنا جعفر بن عون، سمع جعفر بن عون، او از جعفر بن عون شنید. این اسناد بعد از حسن بن الصباح زعفرانی که بغدادی هست، دیگرش تقریبا اسنادی کوفی هست تا به طارق بن شهاب. قال حدثنا ابو العمیس، ابو العمیس این هم از نسل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است، از خاندان از او هست. گفت که قیس بن مسلم به ما روایت کرد که از طارق بن شهاب از عمر بن خطاب رضی الله عنه که ان رجلا من اليهود، که یک مردی از یهود قال له، گفت برای امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، ابو العمیس نامش است، عتبه بن عبدالله بن عتبه بن عبدالله بن مسعود، یعنی میان او تا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دو پدر هست، پدرش عبدالله و دیگر عتبه باز که جدی از او هست، پسری عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است. او از یهودی گفت یا امیر المؤمنین، ای امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم تقرؤونها، آیتی هست در کتاب شما که شما او را میخوانه، لو علینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، اگر بر ما دسته های یهودی نازل میشد ما اون روز را عید میگرفتیم، روزی جشن میگرفتیم. گفت ای آیه، کدام آیت؟ قال
یهودی گفت این آیت که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین را برای شما تکمیل کردم و نعمت خود را بر شما به تمام رساندم، پوره کردم و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم. سوره مائده آیه قال امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمود قد عرفنا ذلك اليوم، ما این روز را دانستیم. نیازی نیست که شما برای ما سالگرد سازی کنید و جشنواره و سال روز سازی بکنید که یعنی این بدعاتی که فعلا نسبت ضعف تمسک ما به سنت در میان ما رواج پیدا کرده. قد عرفنا ذلك اليوم، ما اون روز را شناختیم، دانستیم. والمکان الذي نزلت فيه على النبي صلی الله علیه وسلم، و جایی را هم که در او بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شده، اون جای را هم ما دقیق مشخص تشخیص کردیم و دانستیم. و هو قائم بعرفه، میگه این بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد در حالی که او ایستاده بود در عرفات در روز جمعه. روز عرفه روز عید مسلمان ها هست و روز جمعه هم روز هر هفته یک بار نزد مسلمان ها تجلیل می شود. لذا این را ما به همان گونه تجلیل میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تجلیل کرده. و این روز یعنی طبیعی نزد مسلمان ها روزی مورد تجلیل هست. نیاز به بدعت سازی در دین ما نداریم. یعنی اینجا هم یکی از جمله دسیسه های این یهودی بود که بر اساس این در پهلوی این که کمال این آیت را و عظمت این آیت را بیان میکرد و غیبت خودشان به مسلمان ها در خصوص این آیت میخواست در سایه این یک بدعتی را وارد دین مبین اسلام بسازد که آگاهی و بیداری امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه باعث جلوگیری این دسیسه او از آغاز نشأت تصوری او یا که از آغاز نقل دسیسه صورت گرفت. این بود موضوع دقیق چیزی که در اینجا امام بخاری رحمه الله تعالی در اینجا از همین آیت یعنی الیوم اکملت لکم دینکم از این استدلال کرد که این تکمیل دین، کمال دین در سال 10 هجری در آخرین ماه‌های زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفت و کسانی که تا به او زمان یعنی عمل میکردن با شرایع و احکام و موارد بیان شده شریعت تا آن لحظه عمل میکردن، اما این بخشی کمالی که باقی مانده بود از آن محروم بودن. الله تبارک و تعالی اجر آنها را به همان اندازه که مکلف بودن برایشان خواهد داد، اما از این کمال آنها محروم بودن و کسانی که با این کمال رسیدن آنها عملشان و چیزشان بیشتر و بهتر است. در اینجا نسبت که وقت ما هم به پایان رسید و باب هم به آخر رسیده، باز هم شما دوستان و عزیزان را به الله متعال میسپاریم به امید این که در دعاهای خود ما را فراموش نکنید. به امید دعاهای شما برای ما جمله از عزیزان و بزرگوارانی که در این برنامه های خیر با ما شریک هستند یا اینکه پشت صحنه این فرصت را فراهم کردند، برای آنها و برای ما همیشه دعای خیر خود را دریغ نکنید. سلامت و موفق و سعادتمند بوده باشید. من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي
ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شبکه جهانی ندای حق. شما بینندگان عزیز می توانید شبکه جهانی ندای حق را بر روی فرکانس های زیر مشاهده نمایید. ماهواره هاتبرد، ماهواره یوتلسات 7، ماهواره نایلسات، شبکه جهانی ندای حق.